خداوند در دوام آیت گفت که فاذا قضیت الصلاة، وقتی که شما ادا کردین نماز جمعه را، خطبه را گوش کردین، امر به معروف گوش کردین، خطبه را گوش کردین، نماز جمعه را به یک جایگی شما تمام کردین، فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض، شما در زمین هر کدامت از پی کار و باری خودتان پریشان بشین، و ابتغوا من فضل الله، و رزق و روزیتان چیکار کنید؟ امید کنید، کفتکات کنید از چی؟ فضل پروردگار. و اذکروا الله کثیرا، ذکر خدا را بسیار کنید، شما سبحان الله بگین، الحمدلله بگین، لا اله الا الله بگین، الله اکبر بگین، استغفر الله بگین، ذکر خدا را بسیار کنید. لعلکم تفلحون، خدا در دوام میگوید شاید که شما رستگار شوید. ذکر خدا را بجا آوردی، نماز جمعه را که خواندی، شاید خداوند میگه شما رستگار شوید، شما نجات بیابین از آتش دوزخ. مجتهدین فرمودن که بعد از نماز جمعه فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض، او را میگه که همون روز جمعه که برای مسلمان ها روز استراحت است، دوام جمعه را هم به عبادت بگذراند. دوام جمعه را فانتشروا فی الارض را گفتن که شما پریشان بشین، بعد نماز جمعه نماز جنازه بخونین، بیماری را خبرگیری برین که از واجبات ایمان است، از امر شریعت است که بیمار رفته احوال پرسی بکن، او را خبرش بگیر، یا که مثلا یک اولیای خدا را زیارت بره، یا یک عالم بعد از نماز جمعه به زیارت او بره، از او مسئله های ندانسته تا سوال و جواب بکن، که خدا در قرآن میگه فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خدا به ما و شما امر میکند که ای بندگان من، شما سوال کنید اهل ذکر را از آن چیزی که شما نادان هستین. هر چیزی را که شما نفهمیدین ندانستین، اهل ذکر علما هستن، شما اون علما را سوال کنین از چیزهای ندانستگیتون. به نادانستن و جهالت قناعت کرده در دنیا عمر به سر نبرین که بغیر از پشیمانی دیگر یگان سودی ندارد. یعنی بعد از جمعه به عبادت خدا باز بپردازید، جنازه بخونید،